درود به همگی. آقا یه دفعه صاحبکار میخواد که براش کاشی بزنی. فکرشو بکنید که دیواری اجرا شده و کف کلام بتونه ضد عایق، اما یک هول صاحب کار میاد میگه آقا من میخوام برام کف رو برام سرامیک کنی. باید با یه دقت خیلی بالا بتونیم کار رو جمعش کنیم. شما استفاده از این چیکار میکنید تو این شرایط؟ اینجا رو هم باید بزنیم.